به نام خدا. افسانه نردها، بخش اول. کیدخت. داستان 2. 3 درخت مقدس. در روزگار نردها بر روی رودخانه فارس کیدخت و شوهرش آریش زندگی می‌کردند. هنوز خانه آنها بر کرانه رودخانه پابرجاست. هر شب کیدخت تاس‌ها را بر روی میز می‌انداخت و فال می‌گرفت. اگر تاس‌ها نیکو می‌آمدند، در آن صورت فردا روز امن و پربرکتی بود. هر روز صبح آریش به آن سوی رودخانه می‌رفت تا اسب‌های وحشی را جمع کند و شب هنگام این سوی رود بیاورد. کیدخت همیشه چشم انتظار او بود تا شویش باز گردد. هرگاه آریش آن سوی رودخانه بود بلند فریاد می‌کشید: صدای من را می‌شنوی؟ کیدخت با آن دستان سپیدش پشت پنجره خانه ظاهر می‌شد. آن دستان آنقدر سپید و درخشان بودند که در تاریکی شب تا آن سوی رودخانه را چون فانوسی روشن می‌کردند. تا هنگامی که آریش اسب‌ها را جمع‌آوری می‌کرد و آنها را روی پل معلق بالای تنگه عبور می‌داد و با آن سوی رودخانه می‌آورد. کیدخت و آریش فرزندی نداشتند. هر بار که کیدخت فرزندی را آبستن می‌شد، دهدان او تاب نمی‌آورد و فرزند او مرده به دنیا می‌آمد. نردها آریش را به این دلیل مورد ریشخند قرار می‌دادند و همیشه به او پیشنهاد می‌دادند تا همسر جدیدی اختیار کند تا وارث دارایی او باشد. اما او مدام از این پیشنهاد سر باز می‌زد. آریش و کیدخت به همین منوال به تنهایی خود خو کرده بودند. تا اینکه یک روز آریش با ترشرویی به همسرش گفت: من مرد بسیار موفقی هستم. هر روز صبح با آن سوی رود می‌روم و اسب‌های بسیاری را شبانگاهان به گله‌مان اضافه می‌کنم. اما تو هیچگاه آنچنان که باید کمک حال من نبودی. کیدخت گفت: این طرز صحبت کردن نشانه بی‌خردی توست. تو باید خودت به تنهایی اسب‌ها را به این سوی رود بیاوری. این حرف نادرستی است که از دهن تو بیرون می‌آید. چرا که من کارهای زیادی را درون خانه سر و سامان می‌دهم. فراموش نکن تو اگر مرد موفقی هستی، این به خاطر کسی است که تو را موفق کرده. آریش با شنیدن این حرفها برافروخته شد و گفت: حالا به تو نشان می‌دهم که من چه مرد شجاعی هستم. فردای آن روز صبح زود آماده شد تا با آن سوی رود فارس برود. کیدخت او را از این کار برحذر داشت و گفت: قرعه تاسی که دیشب انداختم بچگون بود. بهتر است امروز همینجا به گله اسب‌ها برسی و با آن طرف رود نروی. اما آریش با حالتی خودستایانه برای اینکه نشان دهد بدون کیدخت قادر است کارهایش را انجام دهد توجهی به حرفهای او نکرد و بدون حرفی در را باز کرد و به راه افتاد. آریش طبق معمول به آن سوی رودخانه رفت و 200 رأس اسب سفید و 600 رأس اسب سیاه را جمع‌آوری کرد و شبانگاه به سوی پل راه افتاد. شب بسیار تاریک بود و مه سنگینی رودخانه را فرا گرفته بود. گله بر روی پل معلق رسیده بود و چشم آریش تنها 1-2 گام پیش رویش را می‌دید. آریش فریاد زد: هی، صدای من را میشنوی؟ کیدخت به اون محلی نگذاشت. آریش منتظر ماند، اما باز هم خبری از کیدخت نشد تا با نور دستانش رودخانه و پل را روشن کند. آریش دوباره فریاد زد: صدای من را میشنوی؟ کیدخت باز هم خیال نداشته تا به آریش کمک کند و بر جای خود ماند. این بار آریش فریاد زد: عزیزم، صدای من را میشنوی؟ حالا کیدخت زبان ترس را میان خواهش همسرش میشنید. بنابراین کنار پنجره رفت
و دستانش را به سوی رودخانه گرفت. رودخانه و پل غرق در نور شد، چنان که ماه شب 14 بر آن تنگی می‌تابید. همین که اسب‌های جلوی گله به میانه پل رسیدند، کیدخت یاد جر و بحث‌های ناخوشایند دیشبش افتاد و دستان خود را از پنجره پس کشید. از پنجره کنار رفت. بلافاصله تاریکی سراسر پل را فرا گرفت. اسب‌ها ترسیدند و بیقرار شدند و پل معلق پیچ و تاب خورد و خدا می‌داند اسب‌ها آریش را زیر سم گرفتند یا او را هل دادند. اما به هر حال آریش تعادلش را از دست داد و به اعماق رود فرو افتاد. کیدخت زیبارو پس از چندی از این کار خود پشیمان شد و دوباره پشت پنجره رفت تا رودخانه را روشن کند، اما بسیار دیر شده بود و کسی روی پل نبود. کیدخت دوستانش را برای یافتن آریش خبر کرد. نردها جسد بیجان او را در جزیره دور از پل پیدا کردند. نردها پیکر آریش را به خاک سپردند و بر روی گور او سنگ یادبودی گذاشتند. کیدخت بابت از دست دادن آریش بسیار مغموم بود و روز و شب گریه می‌کرد، زیرا او هیچگاه راضی به مرگ شوهرش نبود. او فقط می‌خواست شوهرش بفهمد که بدون کمک او نمی‌تواند گله اسبان را به این سوی رودخانه بیاورد. او فقط کمی قدر شناسی می‌خواست. اما چرخ گردون سرنوشت او را به ترتیب دیگری رقم زده بود و کار از کار گذشته بود. در سالگشت مرگ آریش، کیدخت بر سر آرامگاه او حاضر شد. تنهایی ضربه سختی بر روح او وارد کرده بود. او زار زار شروع به گریستن کرد و با ناخن‌هایش آنقدر بازوانش را خراشید که از آن سیلاب خون جاری شد و رودخانه‌ها و کوههای اطراف به رنگ سرخ درآمد. در همان حال شیدامون از آنجا گذر می‌کرد و از غصه زن دلش ریش شد. پیش او رفت و به او گفت بیا زیر شوخهای من بایست، رگبار باران میزند و تو حسابی خیس شدی. کیدخت زار و درمانده زیر خرقه شیدامون ایستاد. گرمای بدن شیدامون تن سرد و خیس و کرخ شده کیدخت را گرم کرد و او باز احساس میکرد که آغوشی برای آرامیدن یافته. آن دو احساس میکردند که چقدر یکدیگر را دوست دارند. پس با هم پیوند زناشویی بستند. کیدخت کم کم رویه خود را باز می‌یافت و با خود فکر می‌کرد چقدر این مرد را دوست می‌دارد. آریش مرد چرب زبانی نبود، ولی همیشه کیدخت را دوست می‌داشت و به او وفادار بود. حالا او در جهان مردگان چشمنگران کیدخت بود. باراشتیر ارباب سرزمین اموات کنار او نشسته بود و او را دلداری می‌داد. باراشتیر گفت این رسم دنیای زندگان است که باید روزی همه وابستگی‌هایت را بگذاری و به اینجا بیایی. آریش همچنان دلنگران بود و رو به باراشتیر گفت حالا کیدخت تنها چه خواهد کرد؟ کاش پسری داشتم تا کمک حال او باشد. قلب من برای او می‌تپد. آرزو دارم که بار دیگر در سرزمین زندگان بودم، حرف کیدخت را گوش می‌کردم تا او حالا تنها نماند. آریش مرد ساده دلی بود و از عمق جانش کیدخت را دوست می‌داشت. باراشتیر گفت افسوس که نمی‌توانم تو را به دنیای زندگان برگردانم، چون در آن صورت همه مردگان به دنبال تو راه خواهند افتاد. تنها می‌توانم چیزی از وجود تو را تا غروب آفتاب نزد همسرت به ودیعه بگذارم. آریش گفت در آن صورت من قلبم را ارزانی کیدخت خواهم کرد. باراشتیر قلب آریش را در کالبد گاوی گذاشت و گاو را در دنیای زندگان در کنار برج کیدخت رها کرد. کیدخت از دیدن آن گاو تعجب کرد و آن را به فال نیک گرفت و به شیدامون گفت
خوب است گاو را به یاد آریش قربانی کنیم تا خیراتی برای او کرده باشیم. باشد تا روح او در جهان مردگان از این کار ما خرسند گردد. شیدامان گفت گاو را بر بالای مزار آریش قربانی می‌کنیم. گاو را قربانی کردند و 3 قطره خون بر مزار آریش چکید و از آن 3 قطره خون 3 درخت تصمیم درست، درخت شکست و درخت تردید رویید. پیدخت از میوه درخت تصمیم خورد و پسری را آبستن شد و او را بژار نامید.